بسم الله الرحمن الرحیم. همانجا که همه میگویند هر که از آینه ها دم بزند خویشتن است. همه یک پارچه یک دست سیه پوشانند، بر تن مردم این طایفه یک پیراهن است. می گریزم به جهانی که پر از یک رنگی است، به جهانی که پر از گریه کن و سینه زن است. به همان جا که نفس قیمت دیگر دارد، اشکها در نجف، سینه عقیق یمن است. به همان جا که در آن باد صبا بسته دخیل، به عبایی که پر از رایحه 5 تن است. اشک یک پیر غلام آتش بزم است آنجا، چشم او روضه باز است ولی بی سخن است. چه خراسان، چه مدینه، چه عراق و چه دمشق. چه خراسان، چه مدینه، چه عراق و چه دمشق. هر کجا پرچم روضه است همانجا وطن است. دم من زندگی و بازدمم زندگی است، تا که روی لب من ذکر حسین و حسن است. قلب آن است که لبریز محبت باشد، تا ابد خانه اولاد علی قلب من است. این شعرم که به پیشواز شهادت حضرت موسی جعفر می‌بینیم. من تصورم به استاد بزرگوار جان منافی چند بیتی هم تمرین کنم. موسی جعفر: فلک در سینه‌اش آتش فشان صبحگاهی داشت، که خون آلود پیغام از کبوترهای چاهی داشت. تراوت در هوا از ریشه زنجیر می روید، زمین در خود سپیداری در اعماق سیاهی داشت. مگر خورشید را هم می توان خاموش کرد آخر؟ کسی از تیره شب در سرش افکار واهی داشت. عبایی روی خاک افتاده بود از خاکی تر، که در آن نخنما آغوش اسرار الهی داشت. کدامین گل به جرم عطر افشاندن گرفتار است؟ مگر او نیت دیگر به غیر از خیر خواهی داشت؟ هماره آه او خرج دعای دیگران میشد، اگر در سینه‌اش یارای آهی گاهی داشت. به تسبیحش قسم زنجیره عالم به دست اوست. چنین مردی کجا در سر خیال پادشاهی داشت؟ اگر هم بوسه‌ای میزد به پای او قل و